سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم استماجه کسین جور و صحت سلامت باشین و تشکری میکنم از شما که ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از استاد مهوش می باشه که این آهنگ به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. عشق منی بیا، جان منی بیا. خوشبختانه در قسمت از این کمپوزیشن از این آهنگ معلومات دارم. کمپوز از این آهنگ از استاد حیدر نیساز می باشه و شیرش هم من میفهم که شیرش از کی است. بسیار کمپوزیشن زیبا است. این کمپوزیشن در راگ شیورنجنی جور شده که مربوط تات کافی است. ما ایره میخواییم که از کرچ خود استاد مهوش عزیز بخوانیم که پسته از لاور اکتیف په آهنگ خواندن. این آهنگ در پنتاتونیک جور شده، یعنی که 5 تا نوت در این سکیل وجود داره که در هندی ده میگن راگ شیورنجنی، که اگر هم احساس راگ شیورنجنی داشته باشه باز به راگ شیورنجنی تبدیل میشه. در این راگ نوت پای ما وادیسته و نوت سه ما سم وادیسته. خب حالا اگر ما از پا بخوانیم سکیل ما چی رقم است؟ گای ما در اینجا کومل و یا فلات است. سا ری گا پا دا سا سا دا پا گا ری سا سا ga pa da sa sa da pa ga re sa. خب البته آهنگی که ما از استاد مهوش میشنوم اما قسمت اولش معلوم نمیشه آلابش، که نوت اولی که می نوازن معلوم نمیشه. امی آهنگ مکمل قسمت شروعش مکمل نیست در یوتیوب. از اون خاطر قسمت اول نوت اول خودم انتخاب کردیم، پر انتخاب کردیم، به خاطر از اینکه وادی از این راگ پسته، یعنی که پس زیادتر استفاده میشه از کل نوت ها کرده در این آهنگ. از اون خاطر پر استفاده کردیم. البته استاد مهوش که آلاب شروع میکنن که این قسمتش که آمده در یوتیوب که است، از گای میدل اکتیف است، از گا شروع کردن، ولی از اینجا زیبا نمیه، باید پیش از این دیگه نوت وجود داشته باشه. از اون خاطر ما پر شروع کردیم، از پر شروع میکنیم و از پر در گا میرم. یعنی آلاب از اینمی جی ماینر کورد شروع میشه و از پر شروع میشه. حالا من امروز یک انگشتیده کار میکنم. با گا دا ری سا با دا آهنگ دوباره سر زینمی جی ماینر کورد استارت میشه. شما میتونین که از جی ماینر کورد از این قسمت شروع کنین و یا میتونین سکند انورژن جورش کنین، یعنی اینمی سوا گای ما را اتر بیارین این رقم.
آستایی از اینمی جی ماینر کورد یعنی از سکند اینورژن شروع میشه و از گ شروع میشه. عشق منی بیا جان منی بیا ای عشق آرزو سویم بیا اینه میاستایی است. حالا اول یک انگشت میره کار میکنم. عشق منی بیا جان منی بیا ای عشق آرزو سویم بیا. انترلود یا اما موسیقی که در بینش است خود اینمی آستایی که میخوانین امیر آلاب میکنه استاد مهوش. بعد از این آهنگ دوباره سر جی ماینر کورد استارت میشه و از اینجا انتره شروع میشه. انتره از پس شروع میشه، از وادی شروع میشه. ای بهتر از بهار من ای رشک اینمی توتر اگر یاد بگیرین دیگه انتره رو شما یاد گرفتین. عالم را یک انگشت کار میکنم. ای بهتر از بهار من ای رشک گل زار من. فرد دیگه تکرار نمیکنم برزی که بر شما مشکل نشه. عین چیز است، هیچ فرق نداره. باز بعد از او بس آستایی شروع میشه. باز میگه که عشق منی بیا جان منی بیا ای عشق آرزو سویم آهنگ دوباره در جی ماینر کورد استارت میشه. این بود تمام آهنگ دوستای عزیز. امیدوار هستم که استاد مهوش اگر ویدیو رو بشنوه، اگر کاستیا داشته باشه لطفاً به بزرگواریشان ما را ببخشن و همچنان شما عزیزان اگر کاستی میبینین لطفاً ما را به بزرگواریتان ببخشین. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده دوستای عزیز 6-8 تایم سیگنیچر است. میریم و در دادره هیراتی ما را تمرین میکنیم.